سلام بینندگان گرامی، نوید بامدادی از رادیو آزادی تقدیم شما می شود. امروز جمعه 6 مارس است. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح و در چند دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را به شما تقدیم می کنیم. وزارت صنعت تاجیکستان میگوید اقتدار کارخانه‌های آردبراری در کشور نظر به طلبات جمهوری قریب 2 مرتبه بیشتر است. دفتر مطبوعات وزارت روز 6 مارس با نشر این خبر گفته است در جمهوری 47 کارخانه آردبراری موجود بوده امکانیت استحصال 1.9 میلیون تن آرد گندمی را در یک سال دارا می باشند و این اقتدار نسبت به طلبات سالانه جمهوری که 800 هزار تن را تشکیل می دهد 1.9 مرتبه بیشتر است. به گفته وزارت هر شبانه روز در کارخانه های مذکور 1835 تن آرد استحصال می شود. اظهارات وزارت صنعت در حالی است که سر از روز 4 مارس پس از آنکه که مقامات نماز دست جمعی در مسجدها و مارشرافکه دانشجویان را به خاطر پیشگیری از احتمال پهنشوی کرونا ویروس منع کردند، ساکنان در تاجیکستان به بازارها ریختند و به مقدار زیاد آرد و روغن خریداری نمودند. در نتیجه نرخ آرد و روغن در برخی از منطقه ها بالا رفت. خوف ساکنان هم از آن بود که واردات آرد و گندم از خارج کشور قطع می شود. اما وزارت صنعت میگوید کارخانه های کارکرد با گندم و از بازار داخلی با گندم تامین هستند و هم قسم آن از کشور قزاقستان و فدراسیون روسیه وارد شده ایستاده است. وزارت صنعت تاکید کرده است که کارخانه های تاجیکستان نه تنها نیاز داخلی کشور را با آرد می توانند تامین کنند بلکه اضافی آن را به خارج صادر می کنند. سال گذشته به گفته وزارت از تاجیکستان بیش از 31 هزار تن آرد و خارج کشور صادر شده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نظرداشت خروج کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 در کره، ایران، ایتالیا، افغانستان و چین از شهروندان خواهش کرده است که به این کشورها خود از سفر به این کشورها خودداری ورزند. در خبری نشر کرده وزارت کارهای خارجه قید می شود که همچنین در حالت سفر به کشورهایی که در آنجا حادثه های مبتلا شدن به کرونا ویروس موجود است باید وضع مذکور به نظر گرفته شده طلبات بهداشتی و توصیه های نهادهای مربوطه رعایت گردند و از حضور در جایهای جمعیتی سیر آدم پرهیز شود. ضمناً تاکید شده است که تاجیکستانیانی در خارج کشور قرار داشته می توانند در حالت ضرورت به سفارت‌ها و مؤسسه‌های کنسولی تاجیکستان مراجعت کنند. گفته می شود نمایندگی‌های دیپلماتی تاجیکستان در خارج حالت شیوع ویروس مذکور را پیوسته پیگیری نموده مساعدت ضروری را به شهروندان می رسانند. تا 6 مارس در بیرون از حدود چین در 76 کشور زیاده از 12,000 نفر به کرونا ویروس مبتلا شدند. در خارج از قلمرو چین 12668 حالت سرایت کووید 19 به قید گرفته شده، 214 نفر دیگر فوتیدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ طالبان سلاح به دست را جنگاور نامیده افزود که رهبر این گروه افراطی وظیفه مشکلی در پیش دارد. او باید جنگاوران را به ختم حمله های خشونتبار وادار کند. روز 5 مارس اثنای صحبت با تلویزیون فاکس نیوز ترامپ گفت آنها جنگاور یعنی رزمنده هستند و 1000 سال این جانب به این کار مشغول می باشند. او ظاهراً با اشاره به یکی از اساسگزاران جنبش طالبان ملا عبدالغنی برادر که رهبر بخش سیاسی جناح جنگجوی می باشد گفت وظیفه‌ای که او در مقام رهبری دارد آسان نیست. ترامپ افزود افغانستان از قبیله‌های زیاد عبارت است و طالبان در نظارت همه آنها مشکل دارند. روز 3 مارس ترامپ گفته بود که او با رهبر طالبان صحبت خوبی داشته است. دادستانی کلی تاجیکستان خبر داد که روز 5 مارس ضمن همکاری‌ها با کشور استرالیا شهروند تاجیکستان حزب الله شاولی زاده همچون عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی به تاجیکستان استرداد کرده شد. نام برده از طرف مقامات تاجیکستان به چندین جرم از جمله عضویت در سازمان تندرو، خیانت به دولت و غیره گمانبر دانسته می شود. این در حالی است که گروهی از پناهجویان و فعالان مخالفین تاجیک روز 2 مارس در شهر وین جمع آمده از مقامات استرالیا خواسته بودند یک شهروند تاجیکستان را به دوشنبه استرداد نکنند. آنها میگفتند در صورت بازپس فرستادن یکی از هممسلکانشان حزب الله شاولی زاده به دوشنبه ممکن است او را عذاب و شکنجه کنند. جوانی 29 ساله تاجیک که به گفته مخالفان از طرفداران آنهاست در تاجیکستان به افراطگرایی متهم می شود.
خودش این ادعاها را رد کرده و به مقامات افسریا برای گرفتن حق پناهندگی مراجعت کرده است. در ویدیویی گردی همایی که فعالان مخالفان در فیسبوک نشر کردند دیده می شود که چند نفر از آنها با بلندگو از مقامات افسریا می خواهند شاه ولیزاده را به دوشنبه نفرستند. مقامات تاجیکستان میگویند درباره گناهکار بودن حزب الله شاه ولیزاده به مقامات افسریا دلیل‌ها پیشنهاد کردند. با گفته آنها نامبرده چهارمین نفر است که با درخواست آنها به تاجیکستان استرداد شده است. امارات متحده عرب رستم ابراهیموف سابق مدیر عاملی BTA بانک قزاقستان را که از نزدیکان رهبر مخالفین حکومت قزاقستان مختار ابلیازوف می باشد به قزاقستان استرداد کرد. روز 5 مارس اداره دادستانی کل قزاقستان گفت ابراهیموف با کمک به ابلیازوف در انتقال غیرقانونی مبلغ‌های زیادی BTA بانک به نهادهای مالی خارجی متهم می شود. همین منبع افزود استرداد ابراهیموف امکان پذیر شد زیرا شناسنامه قرقیزی که او با واسطه آن به امارات متحده عرب وارد شده بود غیر قانونی ارزیابی شده است. ابراهیموف را روسیه، اوکراین و قزاقستان به تلف 5 میلیون دلار متهم کرده درخواست بازداشت آن را انتشار نمودند. ابلیازوف و طرفدارانش عیبنامه را سیاسی نامیدند. ازبکستان یک افسر سابق کشور ولادیمیر کالاشین را در پشت درهای بسته با جرم خیانت به وطن به 12 سال زندان محکوم کرد. دختر کالاشین آناستاسیا یپیشوا که در شهر مسکو به سر میبرد 5 مارس به رادیو آزادی گفت که پدرش را یک روز پیش در تاشکند محکوم کردند. او اضافه کرد که تفصیلات حکم را در دست ندارد ولی به اطلاع او پدرش را از رتبه پلکونیک محروم کردند. به قول این خانم وکیل کالاشین تاکید کرده است که زیر حمایش خود را گناهکار نمی‌شمارد و با بازنگری حکم در تمام دادگاه‌های امکان پذیر و از جمله دادگاه‌های بین‌المللی طلب خواهد کرد. بینندگان عزیز، در این جای برنامه همچنان با درخواست شما همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از جانب بانک ملی تاجیکستان تعیین شده است. $1 9 سومانی و 68 درم، 1 یورو 10 سومانی و 83 درم ارزش دارد. برای امروز 1000 روبل روسی 145 سومانی مقرر شده است. نویدی بامدادی اینجا به پایان رسید. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز پیشکش شما